मौलाना इलियास फरमूदन इस काम के लिए मजलूम बन कर चलो, बेकार मजलूम बचल، زبردستی نکن، به سر مردم عصبانی نشو، ادعایی باش، مدعی نباش که هر جا که گپ تو گوش نگه چیه؟ چرا شما گوش نمیکنید؟ ما برای خدای، بابا تو راه خدای، مدعی که نی دعوا داری، دایی سری پایینه. به تاثیر یک دایی تبلیغی کسی میزد، هم که بکسال میزد، بازی تبلیغی چی میگفت؟ جزاکم الله، بازی بر میزد میگفت ماشاءالله، بازی میگفت جزاکم الله، بازی میگفت ماشاءالله. فکر وقت که توش دادم بیننگی، هر چطور میزنه تو میگه جزاکم الله ماشاءالله. توی تو این رقم نرم بشی، این رقم نرم بشی مثل زمین، هر آشغال بنداز، هر مرداری بنداز، هر کثافت بنداز. زمین چی میگه؟ شما هر کار ما بکنین، مخ نامرد نیم، مخاکم خاک. به شما باز مالته میدم، به شما باز کیله میدم، به شما باز علس میدم، به شما باز لوبیا میدم، هزارها تن چوب میدم، آب فیلتر شده به شما میدم، شما ادرار میکنیم، ما به شما تصفیه شده آب حلال زلال میدم. انسان افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء و الى الجبال و الى الارض. زمین، صفت، خاکساری، انکساری، شکستگی الله به من شما نصیب بکنه. همه حاضریم ان شاء الله بشکنیم، متواضع بشیم، فروتن بشیم، از هیچ کس انتقام نگیریم، همه عریضه ها خور به الله پیش کنیم. که پیش کنیم؟ نمره که میده؟ نمره عبدالله نمیده، نه نمره الله میده. تکیت جنت و دوزخ به دست کی نه؟ دل مال شما جمع، نترسین. بعضیا زحمت کشیده، عبادت کرده، به تبلیغ رفته، گریه کرده، روزه گرفته، حج رفته، جهاد کرده. والله مردم امروز نمیخرن. بابا تو مردم میفروشی، تو به الله بفروشی. به بانک خوب جنت پس انداز کن، به کسی نگو. من جهاد کردم، تسبیحات میپوره، من ذکر، من تلاوت، من تبلیغ. اینا رو به الله بگو، به نیمه های شهر. ای الله تو فراموش نکردی. ای الله با تو میکردیم این کارا، به خاطر تو میکردیم. با تو گپ داریم، مال پیش تو یک کارگزاری داریم، با تو اختلاطی داریم، چون با خاطر تو کردیم. انسان با الله اختلاط بکنه، الله فراموشکار نیه. الله مثل بنده دوپه نیه که از یاد بره ورشکست پولات رو بخوره. الله با بانکی پس اندازه به جنت همین که آمدی میگه بنده میم نعمتایی که به من، خدمتایی که به دین من کردی بیا بگو. هر قدمی که برداشتی علم یعلم ان الله یرا. الله خب بنده آخر میبینه، نه؟ بی خاطر ان شاء الله معزم بکنیم. تو نیکی میکنه و در دجله انداز که شاید که ایزد در بیابان دهد باز، بیابان قیامت، صحرای قیامت ایزد به تو تقدیم میکنه. بنده می اون نیکی هایی که کردی فراموش نشده، و آها و اشکای تو، و دویدن پشت هر فرد امت نبی به خاطر هدایت از اینها، و احترام والدین و احترام اساتید و علما. درس تفسیر و حدیث نشستی، یه دوران طلبگی به چه مشکلاتی بنانه بسیار لوبی خوردی همیشه که شکم تو 500 تون هوا بگیره دیگه چیز نبود، گوشت لندم خود رگ نده، بیت الله بیچاره نان خوش، همیشه به فقر و مشکلات. این طالب علم این مشقت هی، این زندگی سپری میکنه، الله مگر نمیبینه کی مگر دست نداره برای کار بکنه؟ این مگر دست نداره برسه محترم به یک جای دیگه؟ اما این به خاطر رب العالمین، به خاطری که عالم بشه، امام بشه، معلم بشه.